سلام های مقدم، خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما هستم به عنوان یکی از قدیمی ترین افرادی که توی حوزه مالی توی ایران فعال هستید و بودید. خب شما سابقه 20 ساله‌ای از خودتون ثبت کردید توی بازارهای مالی، حالا ارز دیجیتال، کریپتوکارنسی. برای شروع یک مقدار برامون از 20 سال گذشته بگید، اون فضایی که توی بازارهای مالی 20 سال گذشته بوده رو برامون به تصویر بکشید. عرض سلام، عرض ادب خدمت شما. عرضم به حضورتون که یه شمای کلی اگر من بخوام بدم، من وقتی که وارد این بازار شدم یه دونه موی سفید توی سرم نبوده. الان شما میتونید نگاه بکنید که چه میزان موی سفیدی در سر من هست و در واقع یک موی سیاه دیگه برامون نمونده. اینها اثرات کار کردن توی بازار مالی، مثلا یکی از پر ریسک ترین، یکی از در واقع پر کلاهبردارترین، پر خطرترین بازارهای مالی که بازار کریپتوکارنسی بوده، ای کارنسی بوده، خصوصا در ایران که شما به هر حال هر بیزنسی هم که دارید، متاسفانه حالا ما که اینطوری بودیم، هر روز صبح که بلند شدیم گفتیم که آقا این آخرین روز کاریمونه و تا آخر شب جنگیدیم برای اینکه بتونیم بیزنس رو حفظ بکنیم. اینه که فکر میکنم اگر بخوام بگم حالا 20 سال گذشته به چه صورت گذشته، میتونم بگم 20 سال جنگ، تلاش و به قول علمای خارجی استراگل کردیم برای اینکه زنده بمونیم. خیلی هم عالی. خب تو زمانهایی که شاید خیلی اصلا هیچ ایده و دیدی نسبت به کریپتوکارنسی نداشتن، این همون اوایل پیدایشش تو سال 2009 بله. 2010 و اون به قول گفتنی بازه زمانی، شما بستری رو فراهم کرده بودید برای مبادله این نوع از دارایی، این کلاس از دارایی که مثلا یک انقلابی رو شاید میتونید بگیم که به راه انداخت توی فضای مالی و حالا تکانه های دیگه‌ای که به همراه داشت. یک مقدار هم در مورد اون برامون بگید، چون قطعا تجربه جالبی میتونه باشه. اگر اشتباه نکنم یک رومی بوده توی یاهو مسنجر که افراد با هم دیگه این کار رو میتونستن، این مبادله رو میتونستن انجام بدن. در مورد این یک مقدار برامون بگید لطفاً. بله چشم. البته انقلاب رو حالا سوال شما جوری مطرح شد که شاید این ذهنیت پیش بیاد که ما انقلابی ایجاد کردیم. انقلاب رو کریپتوکارنسی و بلاکچین در واقع در اون زمان ایجاد کرد. ما صرفاً بر یک موجی سوار بودیم. البته خب ما حدوداً فکر میکنم از سال عرضم به حضورتون که 2003 2004 ما این کار رو به طور خاص شروع کردیم. اون موقع خب کریپتوکارنسی ها نبودن، ای کارنسی ها بودن. ای کارنسی هایی مثل وب مانی بود، پرفکت مانی بود و پرفکت مانی خیلی محجور بود. اون موقع یک ای کارنسی خیلی پرطرفداری بود به نام لیبرتی ریزرو بود، ای گولد بود، سی گولد بود. اینها در واقع ابزارهایی بود، تلاشهایی بود شاید بهتره بگیم، که مهندسین ما در اقصا نقاط جهان تلاشهایی بود که داشتن میکردن برای اینکه بتونن یک پولی رو ایجاد بکنن که این پول تحت نظر دولت‌ها نباشه. قبلش خب این آرزوی بشر بوده که همیشه بتونه از زیر یوغ این دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، خصوصاً که یه سیطره‌ای دارن، چنبره زدن روی پول‌ها، بتونن یک آزادی داشته باشن. خب این آرزو بوده. به طور اخص جناب هایک در فکر می‌کنم 1953 بود، دقیقاً عددش رو یادم نیست، یک کتابی منتشر کردن به نام The Nationalization of Money، یعنی خصوصی سازی پول. یعنی اینکه چرا
سیطره بر پول توی یک جامعه باید دولت باشه. اصولاً دولت چه فضیلتی داره، یا اونی که توی بانک مرکزی نشسته چه فضیلتی داره که سیطره‌ای داشته باشه به پولی که من و شما میخوایم باهاش معامله ای رو انجام بدیم. اون چه فضیلتی رو داره که در واقع فضیلتی هم نداره، حالا حد اکثر این هست که مثل من و شماست. منتها ما ابزاری رو نداشتیم برای این کار. یعنی حالا این کتاب رو هم من یه داخل پرانتز عرض کنم که این کتاب رو دوست عزیزمون جناب آقای دکتر جوادی به فارسی هم ترجمه کردن. بسیار ترجمه شیرینی هست. اگر حالا این ویدیو ضبط میشه بی زحمت یه عکسی هم از کتاب ترجمه شده تبلیغی هم برای ایشون بره، به نظرم خالی از لطف نیست، چون واقعا کتاب خواندنی هست. خب اومدیم گفتیم آقا ما یک پول خصوصی احتیاج داریم، اما ابزار این کار رو نداشتیم. یعنی من و شما اگر میخواستیم با هم معامله انجام بدیم، به فرض که نمیشناختیم همدیگر رو، هیچ روشی نبود که بتونیم به هم اعتماد کنیم، مگر اینکه یک شخص ثالث، که اون شخص ثالث یه پول دولتیه یا بانک مرکزیه، حالا هر کشوری که هست، بیاد بین من و شما قرار بگیره که مثلا واحد، مثلا دلار، ریال، هر چیزی شما قبولش داری، منم قبولش دارم، بیایم با هم بر اساس اون معامله‌ای رو انجام بدیم. معاملات بر اساس این بود که هیچ گونه روش اعتمادی بین من و شما نیست، مگر اینکه یک شخص ثالث به نام دولت یا بانک مرکزی بیاد وساطت بکنه و اون معامله رو تضمین بکنه. سال 2009 که آقای ساتوشی ناکاموتو اومد این مشکل رو حل کرد، سال خیلی خاصی بود. یعنی وقتی که بیت کوین اومد، وقتی وایت پیپر بیت کوین اومد، کاملا واضح بود که اومده تا این هدف رو برای ما به سرمنزل برسونه. یعنی هدفی یا ابزاری رو در اختیار ما قرار داد که من و شما، حتی به عنوان این که من و شمایی که حتی همدیگر رو نمیبینیم، یعنی شما یک جایی از دنیا نشستی، یک آیکون کامپیوتری هستی، بر اساس بایت و بیت هستی، منم همینطور، اما با استفاده از این روش، با استفاده از بلاکچینی که در واقع حالا بیت کوین بر اساس اون مبادله میشد، بتونیم به همدیگه اعتماد بکنیم و معاملمون رو طوری انجام بدیم که احتیاج به شخص ثالث نباشه. این واقعا یه انقلابی بود. یعنی انقلاب واقعی که راجع شما صحبت کردید، سوالتون به طور خاص توش واژه انقلاب بود. به نظرم میاد که انقلاب واقعی با اومدن این ابزار ایجاد شد. یعنی ابزاری که ما میتونستیم من و شما به هم اعتماد کنیم، با هم معامله کنیم، بدون اینکه یک شخص ثالثی به نام دولت یا یک شخص ثالثی به نام بانک مرکزی حالا هر کشوری بخواد بیاد این وسط معامله رو مثلا قابل اعتماد بکنه یا معامله رو تسریع بکنه. و واقعا هم درست بود. یعنی حالا اون سال 2009 که اومد، خیلی شاید متوجه نشدن خیلی‌ها که چه اتفاقی افتاده، اما به تدریج شما میبینید سال بعدش، سال 2011 12 13 دیگه فکر می‌کنم 12 13 واقعا شروع شده بود. یعنی این موج شروع شده بود که خودش رو نشون بده به اقصا نقاط دنیا، به اشخاص مختلف، و هر روز هم گسترده تر شد. خیلی هم حالید به خوبی فلسفه‌ای که بیت کوین باهاش اومد و خودش رو سر زبونه انداخت و شاید خیلی همین الان اون ارزشی که برای بیت کوین و حالا بقیه دارایی‌های رمزنگاری شده قائلن، دقیقاً همین فلسفه‌ایه که
براش داره میجنگه، کامیونیتی داره براش میجنگه، اونم غیر متمرکز سازیه صحبت کردید و توضیح دادید، ممنونم ازتون. اما به نظرتون توی سال 2024 که الان درش قرار داریم و چند ماه دیگه تموم میشه، آیا همچنان بیت کوین تونسته این فلسفه رو به خوبی پیاده سازی بکنه؟ چرا این سوال رو میپرسم؟ و البته آیا کل بازار از این قضیه نشأت میگیره؟ به خاطر اینکه اتفاقایی افتاد تو سال 2024، مثلا بستن یه پروژه‌ای مثل سامورای بلت، ارزم به حضور شما پررنگ‌تر شدن نهادی مثل SEC، یا همین چند وقت اخیر از همین ضبط ویدیومون میگذره دستگیری مثلا مالک و بنیانگذار تلگرام و خب قطعا تاثیرش روی قیمت رمز ارز توم. آیا به نظر شما همچنان این فلسفهش رو میتونه به دوش بکشه و مدعی باشه و ادعا کنه تو این زمینه؟ عرضم به حضورتون که یه مفهومی ما داریم به نام توی نظریه سیستم ها به نام دیسنترالایزیشن. شما اگر، چون ما این تمدنی که بالاخره بشر تا اینجا رسیده، تا سال 2024 رسیده، یه ترندی داشته، یه جهتی داشته. اگر جهت اون تمدن رو ما بخوایم نگاه بکنیم، بی برو برگرد به این نتیجه میرسیم که ما به سمت دیسنترالایزیشن، یعنی تمرکز زدایی، همواره پیش رفتیم. موقعی که من مثلا نوجوان بودم، فرض کنید اگر من یه مطلبی رو میخواستم بنویسم، خیلی راه‌های محدودی بود که بخوام برای مطلبم مخاطب پیدا بکنم. خب اون موقع اینترنت نبود، حالا تلفنش هم به زور پیدا میشد. یه دونه شبکه تلویزیونی ما داشتیم. اولا خب تلویزیون رفتن، من راجع به خاص ایران صحبت میکنم، جاهای دیگه هم به هر حال به همین صورت بود. برای تلویزیون رفتن که شما باید یه در واقع شرایط خاصی داشتی، هر مطلبی اصلا نمیشد اونجا منتشر کرد. اون که هیچ. مجلات و اینها هم کلی شما باید یه کفش آهنینی به پا میکردید. حالا مثلا یه مطلبی نوشتی میخوای چاپش بکنی، بری از این روزنامه به اون روزنامه، از اون مجله به این مجله، تا آخرش مثلا یه نفرشون راضی بشه شاید که مطلب شما رو چاپ بکنه. یعنی انتشار داده در دستان یک تعداد خاصی افراد بود. این رو ما بهش میگیم سنترالایزیشن، یعنی تمرکز، حالا هر گونه امکاناتی، تمرکز چاپ یا انتشار مطلب در اختیار یک سری که بیشترش هم دولتی بود. الان شما این رو برای یه جوون امروزی بگید میخنده، چون همین الان من میتونم یه چیزی بنویسم و سرتاسر دنیا این رو پخشش بکنم. این یعنی دیسنترالایزیشن. این یعنی این که اون قدرتی که شما میتونستی مطلبت رو فقط در دست مثلا 4 نفر محدود بود، الان هر بچه‌ای، هر بزرگی، هر کس که دلش بخواد میتونه مطلبش رو پخش کنه بین مردم. این یعنی دیسنترالایزیشن. مثال دیگهش مثلا شما فرض کنید که اگر یک بیماری مثلا یه نفر میگرفت، حالا در دوره‌های قبل شما به مطالب پزشکی اصلا دسترسی نداشتید، فقط دکترها بودند که حالا در واقع به صورت خدایگان سفید پوش، من بعضی وقتا میگم، که فرض کنید حالا یه قرص سردردم میخواستن تجویز بکنن، کلی کلاس میذاشتن. الان شما تمام دیتای پزشکی رو ولی الان میتونید به راحتی پیدا بکنید. شما توی چت جی پی تی مثلا فرض کنید، خیلی جالبه، نتیجه آزمایش هم من دادم، به هم دقیقاً گفت که آقا این قرص رو بخور، این قرص رو بخور. یعنی اون تمرکزی که پزشکان حالا با 4 تا کتابی که در دستشون بود داشتن،
حالا بعد این بحث پیش نیاد که پزشکان بیان اعتراض کنن که آقا تو به ما توهین کردی. حالا صنف X الان شما اون اطلاعات رو کامل در دسترس هر بچه‌ای می‌بینید. این یعنی دیسنترالایزیشن، یعنی شما پخش اومدی کردی. این رو میخوام بگم که تمدن بشری داره به سمت دیسنترالایز کردن میره، یعنی هر چیزی رو ما داریم میبریم به سمت دیسنترالایز. پول هم برسیم به پاسخ سوال شما. پول هم دقیقاً به همین صورته، یعنی ما اومدیم از طریق بیت کوین قدرت چاپ پول و قدرت پخش پول رو از یه سری، حالا بیت کوین که میگم کریپتوکارنسی ها هم منظورم، چون مادر کریپتوکارنسی ها بیت کوین، حتی شاید مادر بلاک چین هم یه جوری بتونیم بگیم بیت کوین هست. اومدیم ما اون قدرتی که دولت ها داشتن که فقط اونها بتونن پول چاپ کنن، بانک مرکزی ها داشتن بتونن پول چاپ بکنن، ما اومدیم از طریق این تکنولوژی جدید دیسنترالایزش کردیم و این توانایی رو به هر کس دادیم که اولا بتونه این رو حالا از شیوه هایی که هر کدوم از اینها در واقع شیوه های کانسنسس به فارسیش مثلا بگیم اجماع، شیوه های اجماع مختلفی دارن هر کدوم، ولی این شیوه های اجماع جوری هست که میتونه در دست من باشه، میتونه در دست شما باشه، در دست هر کسی دیگه هم میتونه باشه. شما احتیاجی نیست که حتما دولتی باشید یا جور خاصی باشید که بتونید به اینها دسترسی داشته باشید. اگر این رو بپذیریم که جهت پیشرفت بشری همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و به سمت دیسنترالایزیشن بیشتر خواهد رفت، 100% بیت کوین هم و یا کریپتوکارنسی های دیگه هم از این اصل کلی مجزا نخواهند بود. یعنی علی‌رغم بالا و پایین هایی که خواهند داشت، هر روز به سمت گسترش بیشتر و به سمت حتی اگر افزایش قیمت هم نداشته باشن که خواهند داشت، به سمت گسترش بیشتر خواهند رفت. علی‌رغم اینکه دولت ها، من فکر میکنم که تا الان خیلی کمکاری کردن، یعنی دولت ها اگر بدونن که چه دشمنی اومده که میخواد در واقع اون چنبره‌ای که اینها زدن روی پولهای مردم، هر چقدر دلشون میخواد تورم ایجاد میکنن، هر جا که دوست دارن از جیب مردم ور میدارن خرج میکنن، اگر بدونن که چه دشمنی اومده سمتشون شاید بیشتر مبارزه میکردن. اگرچه حالا فکر میکنم جدیدن شروع کردن یه کارهایی رو میکنن، اما اون جهت کلی جهتی هست که نهایتاً جلوش کم خواهند آورد. چطوری میشه فقط شو تبلیغاتیه که مثلا یکی مثل دونالد ترامپ واسه همین رقابت‌های انتخاباتی امسال آمریکا میاد مثلا تو کنفرانس سالانه بیت کوین شرکت میکنه، میگه من به رسمیت میشناسم، یا نه برنامه خاصی داره؟ حتی مثلا تو صحبتاش این بود که خب یکی از کاربردها یا استفاده هایی که بیت کوین حالا شاید یه ذره روش اثر منفی گذاشت این بود که توی سیلک رود استفاده شد توسط راس اولبریک، که حتی من خوندم جایی خود همین آقای ترامپ گفته بود که من بیام اینم احتمالاً آزادش بکنم، یعنی با این روی کرد همون داستانی که هر کسی هر کاری میخواد بکنه و نمیدونم آزادی و لیبرتاریانیسم. یعنی چطوریه واقعا کسی پیدا میشه، یا حتی رئیس جمهور فعلی آرژانتین یا السالوادور، اینا چطوریه؟ میخوان ازش استفاده بکنن یا نه میخوان یه جوری نرم بکنن که باز بگیرن تو سیطره خودشون جریان رو؟ به نظر شما؟ والا من نظرم اینه که خیلی راجع به چیزایی که ندونم صحبت نمی کنم. من نمیدونم آقای ترامپ چه چیزی توی ذهنش هست. اگرچه در واقع رئیس جمهور السالوادور از طریق این دوستمون آقای سیف الدین آموس که یکی از نویسندگان خوب هست توی زمینه کریپتو، ایشون شده مشاور
در واقع رئیس جمهور السالوادور در زمینه کریپتوکارنسی ها. من فکر میکنم، میگم راجع به این مسئله اطلاعات خاصی ندارم که بخوام، چون معمولا این نکته رو هم بگم، ما ماشاءالله جوری هست که معمولا راجع به همه چیز اظهار نظر میکنیم. به نظرم خیلی اشکالی نداره آدم راجع به چیزی که نمیدونه بگه نمیدونم، ولی به نظرم میاد که بعضی جاها بعضی اشخاص تفاوت بین این که ما به سمت دولت گرد بکنیم یا به سمت مردم گرد بکنیم رو فهمیدن که اگر به سمت مردم گرد بکنیم در واقع داریم دولت رو تقویت میکنیم، اما اگر به سمت دولت گرد بکنیم داریم دولت رو تضعیف میکنیم، چون داریم از مردم دور میشیم. یه مثالی من بزنم. ببینید، فرض کنید که من رئیس بانک مرکزی ام. خب اون پوزیشنی که من دارم، اون موقعیتی که من دارم توی بانک مرکزی اینه که بیت کوین دشمن منه. حالا بیت کوین که میگیم، حالا کریپتوکارنسی های دیگه هم جزوش هست. یعنی من تو فکرم اینه که بیام این رو محدودش بکنم. حتی خب میدونید الان توی بانک مرکزی ما این صحبت هست که حتی بیت کوین رو کلاً بزنیم کله پاش کنیم، اگه میتونستن البته این کار رو میکردن تا الان، یا خرید و فروشش رو محدود بکنیم یا هر چیز دیگه. اما من نوعی به عنوان یک شخص، نه به عنوان رئیس بانک مرکزی، نفعم در اینه که بتونم از این روش استفاده بکنم. چرا؟ چون اولا اون پول دست خودمه، ارزشش از بین نمیره. من فکر نمی کنم حتی خود رئیس بانک مرکزی، حالا راجع به ایران داریم صحبت میکنیم، ریال تو حسابش نگه داره. میدونی چی میگم؟ یعنی اونم خودش دو تا 4 تا که میکنه، میدونه سیستمی که داره مدیریت میکنه کارش اینه که هی پول چاپ کنه، پول رو پخش بکنه، خب ارزش پول مردم میاد پایین. یعنی خودش برای زندگی شخصی خودش اگر بخواد تصمیم بگیره، به نظر من میره تتر میخره یا بیت کوین میخره میذاره توی حسابی. اما اگر به عنوان رئیس بانک مرکزی بخواد بشینه محاسبه بکنه، خب بله میاد میگه که نه جمعش بکنید و اینا. میخوام بگم که بعضی از دولت مردها، در واقع در پاسخ سوال شما، شاید، حالا عرض کردم خدمتتون، من نمیدونم چی تو ذهن ترامپ میگذره یا هر کسی دیگه، دارن فکر میکنن که آقا ما این نفع شخصیمون رو اگر بگیریم طبق همون تئوری لیبرتاریان ها، این نفع نهایتاً به جامعه خواهد رسید. اما شما اگر میایید نفع مثلا دولت رو در نظر میگیری، این نهایتاً نه دولت میتونه ازش سودی ببره در بلند مدت، نه جامعه. بسیار عالی. چه چالش هایی رو برای سالیان آینده یا حتی همین الان پیش روی بازار میبینید؟ حالا چه به صورت داخلی، بازار کریپتو در داخل ایران، و چه به صورت بین المللی و جهانی؟ بیت کوین $32 بود. من اولین بیت کوینی که خریدم $32 خریدم. وایت پیپرش رو نگاه کردم، فکر می‌کنم سال 2011 بود، نمیدونم دقیقاً، فکر همین حدودا شاید. خیلی کیف کردم. یعنی این نظریه که ما بالاخره تونستیم یک پولی، یک سیستمی ایجاد بکنیم که من و شما که همدیگر رو نمیشناسیم و حتی شاید دشمن هم هستیم بتونیم با هم معامله بکنیم بدون اینکه دولت بیاد وسط یا بانک مرکزی بیاد وسط. این خیلی برای من جذاب بود. به یکی از دوستانم هم پیشنهاد کردم، گفتم حالا اسم نمیبرم، گفتم این خیلی خوبه، اینو بریم بخریم. من خودم خریدم، ایشون هم خرید. 2-3 ماه بعد، چشمتون روز بعد نبینه، این شد $2. یعنی از $32 اومد به $2 رسید. این دوست ما اومد
یعنی من دیدم که دوستی رو فراموش کرده کامل، یعنی در حد آبروریزی که یعنی واقعا یعنی آبروریزی کرد دیگه، که تو سر من کلاه گذاشتی، خودت اصلا این ساتوشی ناکاموتو خودتی این پولم رفته تو جیب خودت، سر من کلاه گذاشتی بعد جبران کنی. گفتم آقا ما چند سال دوستیم با همین، چه حرفایی تو داری میزنی؟ هیچ اثری نداشت. گفتم آقا خب من خودم ور میدارم بیت کوین تو، خودم بیاین. چقدر خریدی؟ حالا عددا رو نمیگم. چقدر خریدی؟ این پولتو بگیر، ضررش مال من. چون خیلی هم هست، شما ببین $32 کجا، $2 کجا، یعنی درصد زیان رو شما حساب کنیم. بنده خدا هم ناحق نگفته. این رو میخوام بگم. البته این رو هم بگم ادامهش چند وقت پیش زنگ زده بود میگفت که فرهاد بیت کوین های من اگه لطف کنی ممنون میشم. گفتم چشم، با مهندسی صحبت میکنم. این رو میخوام بگم، بازار مخصوصا اون جهت هایی که ما در نظر داریم برای پیشرفت بشری که من خدمتتون عرض کردم، این جهت هم چون به سمت دیسنترالایزیشن حتما داره به جهت درستی میره، بالا و پایین زیاد داره. البته خب بالا و پایین تو زندگی هست دیگه. اون چه که مهمه، اون چه که ما رو موفق میتونه بکنه، صبر کردن هست توی بازار. من میخوام این در واقع مثالی که زدم بیارم همینجا. خب ما هم چند وقت پیش بیت کوین تا $18,000 رفت بالا، تا 20,000 تا رفت بالا، بعد اومد تا 3,000 تا، الان تا 70,000 تا رفت بالا، الان اومده حدود 50 و فکر میکنم 56,000 تاست. صبر کردن توی بازار خیلی مهمه، یعنی اینکه ما بدونیم اگر هم این داره به سمت پایین میره، باز جهت کلیش به سمت بالا هست. چشماندازی که من ازش میبینم، چشماندازیه که از اون روز اول گفتم، اینه که به نظرم میاد باز گسترده تر خواهد شد، باز قیمتش بالاتر خواهد رفت. اما پیش بینی یعنی پیشگویی ندارم که من بخوام بگم، چون واقعا پیشگویی کردن از نظر من، شما میتونید شرط بندی بکنید، بگید آقا من شرط میبندم این تا آخر امسال میره تا فلان قد میرسه. اما واقعا این آنالیست هایی که میشینن میگن مثلا تا 2025 به اینجا میرسه یا تا 2026 به اینجا میرسه، من اعتقادی ندارم. حالا شاید کسایی باشن که بهش اعتقاد داشته باشن، اما جهت کلیش مطمئنم که مثبت هست، اگرچه ممکنه ریزش هایی داشته باشه. و اون چه که در واقع چشمانداز رو برای ما تعریف میکنه خودمونیم و صبرمون. میگه که صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پرمنفعت. اگه بخواید یه جمله یا یه سوال از ساتوشی ناکاموتو بپرسید یا بهش بگید چیه؟ سوالی که ندارم ولی I love you ساتوشی ناکاموتو. این تنها چیزیه که میتونم بگم. واقعا دستش درد نکنه، خیلی ژنی بوده این شخص. خیلی هم عالی. اگر شما خودتون مطلبی هستش که دوست دارید در موردش صحبت بکنید به عنوان جمع‌بندی، بهمون بگید، ما رو شریک کنید و در انتها بحث رو خاتمه بدیم. والا خیلی خوشحال میشم بحث رو خاتمه بدیم، چون من خیلی آدم حرافی نیستم. فکر میکنم که صحبت خوبی بود. خیلی ممنونم از شما هم که وقت گذاشتید. حالا اگر دوستانی هم گوش میدن، این نکته خیلی مهمه که ما، حالا شخص خود من چیزی بلد نیستم، اما تجربیاتی دارم که حالا تو این صحبت در میون گذاشتیم با هم. یعنی به این معنی نیست که چیزی بخوایم به کسی یاد بدیم یا کاری بکنیم، اما به نظرم تجربیات بعضن شاید جالبی باشه که توی صحبت‌ها میشه ازش استفاده کرد. ازتون تشکر میکنم. درود میفرستم به همگی.